سلام به شما که همراه ما هستید توی این مسیر شکرگزاری. امروز میریم سراغ تمرین‌های روز دوم توی اپلیکیشن جادوی سپاس. بله، سلام. همون اپلیکیشنی که خب ما خودمون بر اساس کتاب فوق‌العاده معجزه شکرگزاری خانم راندا برن طراحیش کردیم. دقیقاً هدفمون این بوده که این تمرین‌های قدرتمند رو بیاریم تو زندگی روزمره شما که قدرشناسی بشه یه عادت همیشگی. درسته. یه نقل قولی هم هست از چارلز دیکنز که میگه حواستون به موهبت‌هایی باشه که الان دارید، نه اون چیزایی که فکر میکنید ندارید یا بدشانسیه. آره، خیلی نکته مهمیه. تمرکز رو از نداشته ها برداشتن و گذاشتن روی داشته ها. همین کار ساده خب واقعا میتونه نگاه آدم رو عوض کنه. انگار زندگی رو به طلا تبدیل میکنه. دقیقاً همینطوره. خب بریم سراغ کارهای امروز. بسیار خوب. اولین قدم چیه برای امروز؟ ببینید، اولین قدم تکرار تمرینه. تمرین روز اول یعنی شمارش مواهب. این دیگه ستون اصلی کل این 28 روزه. هر روز باید انجام بشه. آها، پس هر روز صبح با شمردن 10 تا موهبت جدید شروع میکنیم. بله، این خیلی مهمه. ذهنتون رو آماده میکنه که خوبی‌های بیشتری رو در طول روز ببینید. برای همینم تو اپلیکیشن جادوی سپاس این امکان رو گذاشتیم که راحت باشید. چطوری؟ خب میتونید شکرگزاریاتون رو تایپ کنید یا حتی راحت‌تر از گزینه صوتی استفاده کنید. شما میگید، خودش مینویسه. چه عالی! پس دیگه بهانه‌ای برای ننوشتن نیست. دقیقاً. تازه اگه اولش سخت بود یا ایده‌ای نداشتید، کلی نمونه شکرگزاری هم گذاشتیم با دسته‌بندی‌های مختلف. اون گزینه چوب جادو هم جالبه ها. آره، اونم هست. یه کلیک میکنید، یه شکرگزاری تصادفی بهتون پیشنهاد میده. اگه خوشتون اومد میتونید به لیستتون اضافهش کنید. اینا ابزارهاییه که گذاشتیم برای شروع راحت‌تر. خب این برای شروع روز. تمرین اصلی روز دوم چیه؟ تمرین اصلی روز دوم یه تمرین شبانه است. امشب یعنی درست قبل از این که بخوابید یه لحظه، فقط یه لحظه لازمه افکارتون رو متمرکز کنید. خب اون لحظه باید چیکار کنیم؟ خیلی ساده است. اول تمام اتفاقای خوبی که از صبح تا حالا براتون افتاده رو توی ذهنتون یه مروری بکنید. همه اتفاقای خوب، ریز و درشت؟ آره، هرچی که حس خوبی بهتون داده. بعد از بین همه اونها بهترینش رو انتخاب کنید. فقط یکی. اون که از همه بهتر بوده. جالبه ها، فقط بهترین اتفاق اون روز. خب بعدش با تمام وجودتون، یعنی با تمرکز کامل برای همون یه اتفاق خاص، اون بهترین اتفاق، عمیقاً احساس شکرگزاری کنید. کلمه سپاسگزارم رو یا تو دلتون بگید یا خیلی آروم زمزمه کنید. حس کردنش مهمه پس. دقیقاً. حس کردنش کلید ماجراست. بعدش هم چشماتون رو ببندید و بخوابید. همین؟ به نظر ساده میاد. ساده است ولی قدرتمنده و باید این کار رو تا آخر دوره، یعنی 26 شب آینده هم تکرار کنید. هر شب قبل از خواب. حتما دلیلی داره که روی بهترین اتفاق اینقدر تاکید میکنیم، درسته؟ بله، دقیقاً. نکتهش اینجاست که وقتی شما دنبال بهترین اتفاق روز میگردید، ناخودآگاه مجبور میشید همه اتفاقای مثبت دیگر رو هم مرور کنید. مقایسهشون کنید. آها، پس انگار موقع انتخاب بهترین برای بقیه‌شون هم یه جورایی شکرگزاری میکنیم. دقیقاً. یه جور فیلتر ذهنی مثبته و نتیجهش اینه که هر شب با یه حس خیلی خوب، با حس قدردانی میخوابید. و احتمالاً صبح هم با همون حس خوب بیدار میشیم. قطعاً. این حس شکرگزاری مثل آهنربا عمل میکنه. هرچی بیشتر این حس رو داشته باشید، انگار چیزای بیشتری برای شکرگزاری جذب میکنید. ما خودمون دیدیم افرادی که با همین تمرین‌های ساده تغییرات بزرگی تو زندگیشون ایجاد شده. مثل داستانایی که توی فیلم و کتاب راز هم بود که با همین روش‌ها به چیزایی که می‌خواستن رسیدن. بله، شبیه همونها. پول، سلامتی، شادی، شکرگزاری دروازه‌شونه. خیلی عالی. پس تمرین امشب مشخص شد. کاری برای فردا هم باید انجام بدیم. یه آمادگی کوچیک برای تمرین فردا لازمه. برای تمرین روز سوم شما به 3 تا عکس از آدمای مهم زندگیتون نیاز دارید. عکس؟ چه جور عکسی؟ فرقی نمیکنه. میتونه عکس تکیه خودشون باشه یا عکسی که با شما هستن. 3 نفر از عزیزانتون رو انتخاب کنید و عکس‌هاشون رو برای فردا آماده بذارید کنار. بسیار خوب. پس خلاصه کارهای روز دوم این شد. صبح
تکرار شمارش 10 محبت جدید و حس کردن عمیق شکرگزاری. بله. و شب قبل از خواب مرور اتفاقات خوب روز، پیدا کردن بهترین اتفاق و گفتن سپاسگزارم از ته دل برای اون اتفاق. دقیقاً. و آماده کردن 3 تا عکس برای تمرین فردا. عالی. یادتون باشه تداوم تو این 28 روز کلید اصلیه. این تمرین‌ها شاید ساده به نظر بیان، اما قدرتشون تو همین تداوم و سادگیه. میتونن خیلی سریع مسیر زندگیتون رو تغییر بدن. ممنون از توضیحات کاملتون. پس به تمرین ادامه بدید. حتماً. نتایج شما رو شگفت زده میکنه.